سلام و عرض ادب خدمت یک و یک شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم همتان خوب و صحت و سلامت باشید. وای سوریا خیل از طریق کانال یوتیوب افغان سوشل میدیا در خدمت شما قرار دارم و امروز میهمان برنامه ما یکی از بکسرهای حرفه‌ای که به نام احمد سمیر دوران میهمان برنامه ماست که کسایی که در رشته بوکس ورزش میکنن با چهره و اسمشان آشنایی کامل دارن. سلام و وقتت بخیر آقای دوران. علیکم السلام و رفیق سلام خدمت خودت خدمت بیننده های چنل یوتیوب و اما وطن عزیزی که چه در داخل هستند چه در خارج. سلامت و بخیر باشی آقای دوران. بسیار خوشحال هستیم که امروز میهمان برنامه ماستی. اگر لطف کنی در قدم اول از این برای ما بگویی که بوکس چطور شوق و علاقه برای خودت پیدا شد، که ورزش بوکس در کجا و چطور آغاز کردی؟ بوکس ما از اول باید بگم که ما اول در زمان طفولیت که تقریبا 8 ساله 9 ساله بودیم ما کلاب کانفو میرفتم. وقتی کلاب کانفو میرفتم یک روز با یک همسایه میرای کلاب ما با این جنگ کردم. این بوکسر بود یا خود بودیم کل کلاب بودیم. این ما را یک میشد آلاشه ما یک هفته تا نان خوردن میدستم. دیگه بعد از اما همی انگیزه باعث شد که ما وقتی آمدم خانه گفتم ما باید بوکسم. دیگه ما یک چند تا رفیقان بود در چیارا گفتم مرا ببرید بوکس. دیگه مرا نبردن و بالاخره خودم در کلاب بوکسینگ سیاحت آمد تحت نظر آقای شیخ عبدالغفور رهبر تمرینات خدا آغاز و شروع کردم در کلاب سیاحت آمد. بسیار خوب آقای دوران، اگر لطف کنی از این برای ما بگویی که مدت چند سال از خودت مصروف ورزش بوکس هستی؟ خودم مدت تقریبا 18 سال 19 سال است که ما خودم مصروف ورزش هستم. دیگه از نوجوانی که ما در ورزش قبلا هم گفتم برات بودیم تعداد مسابقات بسیار زیاد کردیم در کتگوری های تیم ملی نوجوانان که اول شدیم، در کتگوری تیم ملی جوانان اول شدیم و تقریبش انتخابات بزرگسالان در منتخبه کابل و اول شدم که با تعقیب از او در سال 1390 انتخابات سرتاسری تیم ملی افغانستان بود. در سال 1393 که در او اشتراک کردم که دانستم باید مقام اول در وزن 60 کیلوگرم. بسیار خوب. چی تعداد مسابقه را خودت پروفشنال انجام دادی و چی تعداد مسابقات آماتور خودت انجام دادی؟ مسابقات آماتور خود تعدادش به اندازه زیاد است که تعدادش تقریبا 40 مسابقه تنها در افغانستان انجام دادیم و در مسابقه های آماتور خارجی در سال 2015 در مسابقه های جهانی قطر اشتراک کردم و در سال 2023 در سال 2024 در مسابقه های آسیایی تایلند اشتراک کردم با 3 تن برای دیگه از افغانستان. بسیار خوب. در این مسابقات پروفشنال که خودت انجام دادی از دستاوردهایت برای ما بگویی که مسابقه را که خودت انجام دادی چی دستاورد دانستی که به دست بیاری و بیرق افغانستان به اعتزاز در بیاری؟ مسابقات پروفشنال الحمدلله 20 ریکارد پروفشنال دارم که 13 برد است، یک مساوی و 5 باخت است. و این 5 باخت ما مسابقاتی بود قبل ما شاهد است یک چند ماه قبل یک سر کمربند انترکانتیننتال دبلیو بی سی بود که مسابقه را ما برنده شدم در مسابقه بود. اما متاسفانه و خاطر بعض مشکلات ماجره که هستیم در کشور مسابقه را در راوند هشتم خاتمه دادم و نفذ مسابقه را ختم کردم. دیگر در کل بالای کمربندهای WBC، WBO، IBF واقعیت که آقای دوران واقعیت در دیار مهاجرت، واقعیت که در پولیسی که یک آدم مهاجر است و کشور بیگانه است باید زحمت بکشه، کار بکشه. در پولیسی ورزش کردن به یک ورزشکار و آمادگی به خاطر مسابقات پروفشنال کار آسان نیست. از این برای ما بگو خودت در پولیسی که مهاجر هستی با چی مشکلات مواجه هستی که حداقل میتونی تمرینات تا پروفشنال انجام بدی تا مسابقات انجام بدی؟ موضوع خوب و یادآوری شده و خیر سر من متاسفانه اینجا کدام کار چیزی نداره که ما باید رو انجام بدم.
اما ما همی مفکوره فکری که از طفلیت تا حال داشتیم که خداوند ما تو گفته که شما کوشش کنه و حرکت کنه بعد از توکل به من. دیگه ما هم کوشش زیاد میکنم توکل به خداوند و همیشه بعضی وقتایی که بعضی دوستاست که جایش از قابل یادآوری است مرا کمک کردن اسپانسر کردن که اسمایشان رو باید بگیرم که هر کسی که باید یک نیکی میکنه انسان ما را به نیکی کنه. حمید جان ابراهیم خیل است، نثار جان عظیمی است، روبیل محمدی، آیسه بدیم عظیمی و بعضی دیگر دوستای دیگر که اگر اسمشان فراموش شده است انشاءالله هستن. همین بعضی وقتا ما را کمک کردن گذشته دیگر زنده و سلامت باشن. فعلا تمرینات خودم میکنم دیگه از پول شخصی خودم کرایه خانه ما کل چیز پرداخت میکنم و تمام مصارفات شخصی بالای خودم است. فعلا کدام اسپانسر خاص پیش من ندارم. دقیقا در تایلند چطور وظیفه برای خودت پیدا نمیشه یا چطور امکانات کار نیست که خودت مصروف کار نیستی؟ علل انگیزی از این چی است؟ نه خیلی دیگه باید کارهایی که ما بتونم باید بار انجام بدم، باید اسناد از کار داشته باشی و باید بزنس کنی که ما خرابی ندارم که بزنس کنم. دیگه این کارهایی که پرچون میکنم یک جای برم در گوتل اچتی کار کنم، اگر ما برم دیا کار کنم اصلا این تمرین هم پیش بردن نمیدانم. خودت میفهمی تمرینات پروفشنال کار ساده نیست. ما هر روز با جز یک روز یک شنبه که رخصت هستیم دیگه هر روز صبحکی من دوش میرم ساعت 2 بجه دیگه تمرینات ما شروع میشه. هفته 3 روزم اسپارینگای ماست کی دمی جیمه که من تمرین میکنم آیلند جیم پروموشن است. بسیار یک سازمان خیلی است که بکسرها از کل جهان همی جمعه است. دیگه تمرینات آسان نیست. دیگه من بسیار مشکل میتونم که تمرینات ما پیش برم. دیگه کار ما توانش نیست که من کار. دقیقا واقعیت که یک کسی که پروفشنال آقای دوران مسابقات انجام میده باید اعصابش آرام باشه و حداقل بتونه که آمادگی درست به خاطر مسابقات خود بگیره. که در مسابقات پیشرویت برای ما آمادگیش بگی که کدام مسابقه در پیشروی داری نداری و در رابطه به این برای ما صحبت بکنی. ما قبل یک ورزشکار حرفه‌ای به خصوص باید یک حرفه‌ای همیشه باید آماده باشه و یک خوبی که از دمی جیمی که هستیم که اگه آماده نباشه بقید همی جریان دسته رو در یک هفته که تیر سپارن داره مثال سپارنگای قوی اگر تو آماده نباشی نمیتونی که زمینات پیش. ما همیشه آماده مسابقه هستم. دیگه ما فعلا کنم پروموده ندارم که برای من کلش دست کنم و آماده هر نوع مسابقه هستم. دیگه انشاءالله شاید 100% نشاید در ماه جولای بخیر ماه آینده یا بعد از جولای انشاءالله مسابقه کنم. اما آماده مسابقه لحظه هستم چون هر روز تمرین میکنم. دقیقا آقای دوران اگر لطف کنی از این برای ما بگویی که در کشور تایلند بکسرهای چطور است؟ حداقل نظر به کشورهای دیگه بکسرها چطور است و از نگاه تکنیک از یا برای ما بگویی که بکسرهای تایلند در مجموع چطور هستند؟ ما یا خلص بالای استادای های ما خودم بدبخت و ما را آموزش دادن که میدانستن. ما فکر که وقتی که از افغانستان آمدم اگر سالهای سال در افغانستان مسابقه کردم تمرین کردم ما این مدت 3 سال 6 ماهی که آمدیم فکر که من تازه بکس ایجا شروع کردم. بکس بالکل یک چیز دیگه است. کل تندمی جیمی که من هستم کل قهرمان های ما کمی تیسیزو از استرالیا یک چند روز پیش آمده بودم اینجا همراه یک دوست مسپارنگ داشت من نبودم. دیگه کل قهرمان های جهان همی جمعیان رو خاطر مسابقه صد بکس تایلند کل همی بکسرهایی که از اروپا از استرالیا امریکا از هر کشور همی جمعیان صد بکس بسیار بالاست و یک خوبی دیگه از همی کمپای تمرینی خارج یک خوبیشان بسیار خوب است که کس با این فکر نمیکنه که تو پولدار هستی و فقط یگانه چیزی که قدر عزت دارم میده که من این بسیار خوش هستم و خدا را سپاسگزار نمیکنم همیشه کردیم که هم استعدادت اگر داشته باشی قدر هم داری عزت هم داری کلی. اگر استعداد نداشته باشی
خلاص هر چی که پول داشته باشی هیچ یک خوبی است که اینجا اهمیت به پول نمیده. ما در بسیار خوش هستم مثل که در کلاب خود در افغانستان یک وقت تمرین میکنم در این کلاب هم همون قسم راحت هستم. فکر میکنم خانه خودم از میرم تمام چیز به اختیار خودم ترینر هر چی بگویمش لاب بگویمش برم میگیره هر چیز که بگویمش عزیز بابت بسیار خوش است. دقیقا بخیر باشه آقای دوران. اگر لطف کنی اسی برای ما بگویی که خودت پیشتر گفتی که ما بوکس نو در اینجا شروع کردیم. مشکل در اساسی در افغانستان در چی است که حداقل بتونن امی پیشنهاد خودت داشته باشی که حداقل سر از او ترینرها کار بکنن تا بوکسرایی که میان یک نتیجه خوب به خاطر مسابقات بگیرن؟ مشکل اساسی دو جا است. یکی در شیوه تمرینات است یک و دومش بعد از شیوه تمرینات در طرز رفتار خود ترینرها و خصوص ترینرهای همه کلاپا. ما خود تیم ملی گفتم قبلا هم که نوجوانان ما تمرین کردیم تا بزرگسالان در تیم ملی سالهای سال تمرین کردیم. یگانه خوبی کیج است هر کس نظر به تواناییش قدر میدن. شاید سر افغانستان سر سودا باید بخوره اما خوبای شما که در افغانستان میجاشیم. من در بوکس افغانستان کلان شدم. در افغانستان هر کس به اساس پول و پیسهش اهمیت میدن. این می است که سبب بوکس پسماندی افغانستان است که بچهای خوب بچهای که لایق هستن این بیچارا میرن پایین و کسایی که اصلا استعداد ندارن فقط یک چهار به پول دارن و میان دلن. و دیگه کار از یا کس یا از تعداد شروع میکنه. از تعداد بچی ما تقریبا یک سال فکس حتی یک روز باور به خدا بود یا خیلی صاحب اشکای محمد هستی اگر رکتای پای است که ما بود کار کردم نتانستم یک بچه که می آمد یک شش ما شده راحت کار میکرد ما اشکایم سر بسیار مشکلی را ما تمام کردم یاد گرفتم و امیدی یک استاد امریکایی رو گفتی مشکل نیست اکثریت دکترهای دنیا همی کار نکردیم در کشورهایشان بسیار سخت. در کشور ما از کجا شروع میکنن؟ از صنف 12 یک دفعه را شروع میکنن. این یکی از ابتدا سر شروع میکنن. اگر همون چیزای ابتدایی در بوکس یاد بگیری بسیار تو میتونی وسط بلند بوکس پیش. ما از وقتی که ما حرکت ها را یاد گرفتیم گفتم 6 ماه بسیار زحمت کشیدم تقریبا 100% در بوکس ما در کلی در بوکس ما تغییرات آمده. ما افتخار میکنم الحمدلله خدا را شکر به این میکنم که فعلا در مقصد رسیدیم که هم ریکاردم در جایگاه خوب است و هم توانایی و استعداد و ظرفیت بوکس هم در مقصد بلند دنیا رسیده که ما از اینجا برم یک روز یک چلنجر خوب سر کمربندهای جهان شدم میتونم. به خاطر که قبلا هم یادآوری کردم که خارجی ها یک چیز که یک جای مسابقه را پیشنهاد میکنن و فقط بوکس دارم میبینن. سلمایت که تو چی بوده چی رقم بوکس پولی یاد داد بدن نمیخواد. پول فقط تو یک سطح بدن میخوره که تو بیایی که همونجا آماده کار شی با در سطح بلند که تو میخوای در گروپا سر کمربندهای دنیا مسابقه کنی در اونجا با جز استعدادت حتی رئیس جمهور هم بدردت نمیخوره جز استعداد. دقیقا واقعیت موضوع خوب اشاره کردیم. مشکلات به همچنان در افغانستان وجود داره اما ما امیدوار هستیم که حداقل ترینرها سر این موضوع کار بکنن که حداقل کسی که واقعیت استعداد داره و زحمت میکشه عرق میریزانه تا در مسابقات واره روان بکنن تا بتونن افغانستان نتیجه خوب تر بگیره. من خودم هم شاهد هستم که کسایی که واقعیت در مسابقاتی هستن بارها قسم دادنشان که حقخوری نکنی اما بازم همون کارا را انجام داده. یک ورزشکاری که واقعیت زحمت میکشه عرق میریزانه و متوجه از است که ما باید زحمتی که کشیدیم حداقل دستاوردش بگیرم اما بعد بختانه دست حریف بالا میکنن. واقعیت که یک جای تاسف است که ورزشکار در زندگی دیگه دلش از ورزش سرد میشه نمیخواد که هیچگاه ورزش بکنه. دقیقا آریاخیل صاحب همی رئیس فدراسیون فعلا افغانستان استاد ماست شکیب ستاری یک انسان بسیار خوب است. ما خودم بسیار درد دیدیم. ما در نوجوانان اول شدیم به عوضم دیگه کس سفر رفت. در جوانان اول شدیم به عوضم دیگه کس سفر رفت. در منتخب کابل اول شدم به عوضم دیگه کس سفر رفت. تیم ملی اول شدم به عوضم دیگه کس سفر. ما بسیار من در این میجا که رسانده و قهرمانی جهان من انشاءالله ما باور دارم به خود اول به زحمات توانایی خود باور دارم بعد توکل به الله باور دارم میرسم
مرا درد رسانده. هیچ چیزی مرا نه، فقط درد انگیزه است که حق مرا در افغانستان خوردن. حق مرا با چی قسم خوردن؟ با چال فریب مسنم خود بود نمیفهمیدم. وقتی که کل چیز فهمیدم دیگه وقت ما یا نبودم خورده اوجا یا گپ از گپ تیر شده بود. و خیر است که اگر من رفتم من از این استادایی که صدای من میشن من این دو فیبر در پیچم شیر میکنم و در فیسبوک و ما میگه پارا دیش رسانه نگفته گفته مراد کرده نامم رسیده من گفتم کلگا پارا و همین چیز جور کنم با والله قسم بسیار استعدادهای خوب داریم به حد به اندازه استعدادهای خوب داریم اما همیشه بیچاره را پایین میزنم. یک گپ پوریاخیل صاحب بشنم هیچ پول دارد که بگوی قهرمان شب با خدا قسم اگر نام قهرمانی رو بگیرن زحمت اونمو اولاد غریب میکشه اونمو کسی که درد نبینه من این میشه که رسانه درد رسانه درد اخباری اگر درد نمیبود من نمیرسیدم چون پول کل چیز بود اما اصلا که حق من خوردم من استعداد داشتم همیشه در 4-5 کتگوری ما اول شدم همیشه نفر سیام دوم را اولین باید در سال 1388 در جوانان اول شدم و نفر دوم گفتن نی باید گفتن نه اسپارن چده اسپارن هم 2 دفعه بردمش من گفتن تو یک شنبه سفر داری اما روز یک شنبه که آمدم من بیچاره و خوردم بودم پدون خریدم بیگ با 1000 شو خورده یک وقت آمدم که گفتن وقت نفر دیگر روان کنم پرواز کردم یعنی به حد به اندازه داخل ورزشگاه در افغانستان ظلم میشه. من خو از کس هم نمیترسم و کلش من نمیجن شکل گفترم و وارم غیر از خدا و من نمیجنشم دم یک باید بفهمم که من چی میگم معنی چه ترس داریم دیگه همه قدر وقتم که من چیزی میگفتم با خاطر یک پاس یک اندیوالا استادا خود اصلاح کنه با والله قسم دنیا زود تیر میشه تکی خوریایی که میکنه الله پرسان میکنه اولاد غریب بیچاره و مسکین است یک اولاد غریبه که یک روز باش بیاد قدرت برسه با والله قسم که بانش کنه دقیقاً دیگه گفتم اولین رسانه است که من ابروی تا دلم باز چه گفتم مگر نه ده هیچ رسانه گفتم باید موضوعی که هر کدام ما مشکلات داریم باید یک مشکلی که دیگه خود باید بگیریم چرا ما متوجه نمیشیم باید سر از او کار بکنیم که خالیگاه‌های ما پر شد تا حداقل بتونیم پیشرفت بکنیم. ما به سطح جهانی به سطح کشورهای دیگه میریم مسابقه میکنیم حداقل ورزشکارایی را روان بکنن که حداقل استعداد داشته باشن. بیشتر خودت آقای دوران یک موضوع بسیار خوب اشاره کردی و این را خودم شخصا تجربه دارم. اگر امو بچه غریب خدا شاهد است که مسابقه نکنه زحمت نکشه به او پول کس هیچ کس مسابقه نمیکنه. اونمو اولاد غریب که خدا شاهد است دیدیم آمده زحمت کشیده و دیگر که بعد از این تمرین رفته یک نان چای خورده همون شهامت غیرت که داشته واقعیت آمده کار کرده زحمت کرده و یک جایگاه خوب تراب کسب کرده و امیدوار هستم از فدراسیون بوکس افغانستان کسایی را روان بکنن که دقیقاً واقعیت استعداد دارن زحمت میکشن و این کسایی که بیایم کشورهای خارجی بیان و ما امیدوار هستم که 100% یا یک نتیجه خوبتر میگیرن. برای خودت معلوم است که زیادتر از بوکسرها میان نتیجه خوبتر نمیگیرن. نیلال انگیزیش چی است؟ اینمی مشکلات است. کسایی را روان میکنن که حداقل که وا نکردن زحمت نکشیدن عرق نریختاندن دیگه ما امیدوار به چی باشیم و خودت یک اشاره بزرگ کردی که و این یک خوری بزرگ باید حداقل از بین ببرن تا ورزشکارا با انرژی با یک انگیزه حداقل وارد میدان شوند. بله با والله قسم و ریاخل سپاگا آقا بغدار بتن بوکس ما فعلا ازبکستان در سطح آماتور اول است ازبکستان قزاق و پایین کیوبا یا که افغانستان کلش اول میشه فقط آقا بغدار بتن یک روی خوب با ورزشکار کنه دیگه هیچ چیز ما خواهد. دقیقا آقای دوران اگه لطف کنی ازی برای ما بگویی که خودت در دیار مهاجرت هستی تفاوت‌های بوکس افغانستان با تایلند در چی است از نگاه تکنیک و تکتیک برای ما بگویی. تفاوت‌های چی است که من خودم دام 3 سال قبلم با مو بوکس افغانستان بلد شده بودم آموخته بودم
افغانستان همیشه بوکسش وقت خصوصا در مسابقه خالمه در گفتم که قبلا مسابقه بسیار در افغانستان کردیم. امی استادا ما را قسم انگیزه میدن که مسابقه را برای ما یک وحشت نشان میدن که یک ترس است. ما که اینجا تا یک چند وقت پیش همیشه مسابقه بسپارنگ میگن وحشت. حالا برای ما مسابقه چی شده؟ مثل یک چای صبح شده که می چای صبح میخوری با خوشایند شده بود. قبلا ترسنده بود برای کل استرس سراپای میگرفت. حالا برام خوشایند شده، اسپارنگ خوشایند شده. روزی که اسپارنگ میباشم بسیار خوش میباشم گورم اسپارنگ کنم. در افغانستان ما خطیر کردیم کل دورای جوان تا به سالان تقریبا روزایی که اسپارنگ میبود ما نفرای اول بودیم، تیار بودیم زیاد و بچه های دیگه بیچاره میدیم بسیار ترسیدین انگیزیشان با این بخاطر اسپارنگ. در حالی که دیگه چی قسم است ایمی انگیزی ترس است گم میکنه، یک انگیزی شوق در اعصاب پیچ کنی میکنه. فقط این فرق است، انگیزه رویه این میشه دیگه. تمرین ها کنم چیز خاصیت نداره. یک در افغانستان یک مشکل است که می اتمان بسیار زیاد میگیرن که اتمان ها با کسایی است که بخوان وزن کم کنن یا چاق هستن دیگه. اینجا اتمان های چی رقم است که هر کس 3 دقیقه خودش حرکت های کش کار میکنه درام سیران رسپان میزنی با شروع میکنی یا بوکسه یا زمزک. در افغانستان شیما و شربت شاگرد میگشن یک وقت ما یک تمرین میکنه تیم میلی دیگه شیما نمیمان که اصلا گپ بزنه که میگه برو دستکش باشه بوکسه. این مشکلات دقیقا وقت که موضوع هست امیدوار هستم که دقیقا فدراسیون افغانستان سر این موضوع کار بکنه تا مشکلات حل شود. میریم سر سوال از این که خودت در دیار مهاجرت هستی و از این برای ما بگوی که کسایی که ورزشکارایی که واقعا زحمت کشیدن، عرق ریختاندن و تعداد کسایی که تاجرای ما هستند در رابطه به این بگو که دقیقا ورزشکارا را بتونن یک حمایت بکنن. نظرت به این موضوع چی است که دقیقا کسایی است که مثل خودت این در کشورهای هستین که دقیقا مشکلات است و استعداد دارین و افتخارات افغانستان هستین که دقیقا بتونن دستاوردهای خوب به مردم افغانستان کسب بکنن؟ ما یک خواهش از تمام کسان دارم، هر کسایی که میتونن به لطفاً یک ورزشکاری که واقعا زحمت میکشه افتخار کسب کرده و وطن ما را حمایت کنن. چرا ما در بسیاری اکثریت وقت میبینم بس یا امیال ما خودم در بسیار مشکلات هستم، کرای خانه ما خودم میدم کل چیز بالای خودم، اما تجاری ها این تیاگراوی میکنه که ما باید برم دیگه وارا بگیم میتونم به یک ورزشکار از غرورش کده. وقتی که غرور یک ورزشکار شکل دیگه مسابقه هم کردن میتونه این چیز کردن میتونه که برای یک برازر کنه که برای من یک چند رفا بتیو که من ندارم مشکلات دارم. غرور ورزشکار که شکست ورزشکار نیست و این اکثریت کسای بنا ورزشکار نا ورزشکار بد کردین که هیچ خودش ورزشکار نیست. از هر کس پولای شفاف دین بنا ورزش آزار را جوری کردین که حالا خوب بد گم شدم. ما امیدوار هستم که این کسایی که تجار خوب است و حمایت کردن تفکیک کنن خوب بد ورزشکار واقعی و غیر واقعی را یا را حمایت کنن. در کل دنیا امی تجاراست که ورزشکار است، مثلا شرکت های شخصی است، دولت هیچ چیزی نمیکنه. امیدوار هستم که انشاءالله تجارا هم گیره اسپانسر رو کمک کنن دیگه. امی خواهش ما از همه تجارت. دقیقاً و موضوع خوب اشاره کردی که ورزشکارا حداقل نیاز دارن به یک اسپانسر که واقعا بتونن ورزش بکنن و اعصابشان آرام باشن. و ما امیدوار هستیم از تمام تاجرای ملی افغانستان خواهشمند هستیم کسایی که گفته خودت آقای دوران که زحمت میکشن و عرق میریزانن باید سر از او ورزشکارا کار بکنن که حداقل بتونن یک نتیجه خوب به مردم افغانستان کسب بکنن. دقیقاً. ما میریم سر سوال بعدی که خودت چطور شد که حداقل بیایی به تایلند و اصل موضوع چی بود و از کجا شروع شد؟ اگر لطف کنی از این موضوع برای ما قصه بکنی. ما از طریق ما خود تیم ملی قبلا هم بودم دیگه ما اوجا که خواستم که بیم تایلند از ما گفتم تو بود باید مکتوب دولتی بری که تو ورزشکار ملی هستی یا نه. کل افغانستان نشناختم یک ورزشکار ملی هستم. رفتم از نام گرفتم دیگه ویزا گرفتم آمدم.
امیدوار هستیم که حداقل به اهدافی که داری خودت برسی و امیدوار هستیم که حداقل بتونیم و در آینده مسابقات خوب داشته باشیم و حداقل افتخارات خوب به مردم افغانستان کسب بکنیم. که اقتصاد مردم افغانستان ورزشکارایش واقعیت خوب نیستند و از نگاه اقتصاد واقعیت مشکلات داریم. حداقل چگونه حداقل بتونن این ورزشکارایی که واقعیت استعداد دارن و زحمت میکشن از فدراسیون افغانستان که یارا بتونن حداقل کمک بکنن تا بتونن اونمو که اسای ورزشکارایی که واقعیت که گفتم عرق میریزن زحمت کشیدن اونها بیان سر استیج بیان و حداقل بتونن که افتخارات خوب کسب بکنن. ما فقط یک چیز میخوام به جوانا بگم که هیچ چیز با آسانی به دست نمیاد. بیوگرافی کل قهرمان های دنیا را بخوانه، اگر یک تایشان شما دیده که پولدار است، از پولداری از آرامی در اوجا رسید است، بگویی که ما غلط میگم یا اشتباه میگم. این ورزش قهرمانی و مشکلات انگیزش است که دو باید میرسید. صبر داشته باشند، زحمت بکشند، توکل به خدا کنند، هیچ وقت ناامید نشند و حرکت کنند، زحمت بکشند، بعد توکل به خدا کنند. با والله قسم پدرت برادرت در پیشرفت تو را کمک کنم، یک سطحی یک مقطع میکنم موضوع خسته میشه. یگانه چیزی که میرسانه صبر، کوشش توانایی خودت، دوم صبر، توکل به خدا، دیگه هیچ کدام چاره نداره. دقیقا اگر یک پیام داشته باشی به فدراسیون افغانستان خصوصا بوکس افغانستان، پیام چی است که در مجموع کل همه گپا را در بر بگیره؟ ما یک پیام دارم با ایسف شکیب که استاد ما است، رئیس فدراسیون بوکس هم است، یکی از قهرمانان از افغانستان هم است. یک پیام دارم با ایسف گرچه کل گپا و مشکلات را خودش میفهمه، اما امی تعداد افغانستان به شکل کل کارش شده است که هیچ کس نمیتونه که خدمت 100% کنه. اوریاخیل صاحب به خاطر نمیتونه خدمت 100% کنه، خدمت 100% کنه 99% نفرای خود از دست میده، چون کل از آدم رای غلط آموخته شده. من این گپا را امروز که کل اگه باید بخیر بشتم مصاحبه را این تاده و افغانستان این جمعانده شده، این خرابی شده. ما از آقای صاحب شکیب هم یک خواهش دارم، حالا در جای هم هستی که دیگه کدام مشکل هم برد نیست، بغدار بته خودت یک سنت پایداری و اصلی را بان توکل به خدا پیش برو. هیچ وقت کس به خاطر که در مقام باشی در یک جای برسی روی نتی و امتیاز هست. این چیز است که اگر افغانستان این پیام رسول بوکس در کل افغانستان میاد، اگر حق بغدار داده شود، حق بغدار تسلیم شود، چرا در کشور هم تو جنگ و ایرانی مشکلات باشه. امیدوار هستیم که این موضوع ها به گوش مسئولین برسه که حداقل بتونن مشکلات حل بسازند. خوشحال شدیم که میهمان برنامه باشید. آقای دوران خداوند با عزت داشته باشید. اوریاخیل صاحب یک جان تشکر از خودتان. دیگه یک مصاحبه بود گفتم که ما شاید از هزارها مصاحبه زیاد کرده و چون ما هیچ وقت همین گپا رو نگفتیم. ما خوشحال هستم روزی هم که ما تو همین بحثا را کردیم و من میکتا را گفتم و انشاءالله را من از پیج ما در فیسبوک و مشه بگم کلگی همین را ببیند، از همین گپای ما خود اصلاح کنم. با والا قسم اون را دامتور زود نشو مسئولین زود خلاص میشه میره پشت کارتان، خود اصلاح کنید. چی کده که تا خرابی گره، چی کده چی خوده چیز نشده، بعد از هم نمیشه میره جوابگوی الله هسته، جوابگوی الله ویدان. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر که از طریق کانال یوتیوب افغان سوشل میدیا در خدمت شما با یک ورزشکار جدید قرار میگیریم. تک تک شما را به الله پاکی بینیاز میسپاریم.